همه ساله در شهر و ناحیه‌های ولایت حادثه‌های زیادی طبیعی به قید گرفته می شود که در نتیجه خسارات زیادی به خواجگی خلق می رسد. به خاطر پیشگیری از رفع حالت‌های فوق‌العاده، امر رئیس ولایت درباره تشکیل و گذراندن یک قطار چوره‌بینی‌ها به تصویب رسیده، مسئولین را وظیفه‌دار می نماید که کارهای تبلیغاتی و تازه کردن سیلراه روی زهکش‌ها را به انجام رسانند. در ناحیه عبدالرحمن جامی، بخش ریاست کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجدنی ولایت در ناحیه در همکاری با اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری ناحیه، مسئولین جماعت‌های دهات کارهای تبلیغاتی را جانب نموده ایستادند. مسئولین تشکیلات مؤسسه‌های داخلدار در همکاری با فعالان جماعت دهات خرمدیار کارهای ساحل مستحکم کنی را به راه مانده، تلاش بر آن دارند که پیش راه سیلراه‌ها را تازه نمایند. برای پیشگیری و رفع حالت‌های فوق‌العاده در چوره‌بینی حشر دستجمعانه فعالانه اشتراک نموده، امروز با مقصد پیشگیری از شستشوی ساحل راست دریای یوانسو که همساله در نتیجه بارشات‌های با پرشدت و آمدن سیل‌ها ساحل راست این دریا چونه که دیده ایستادن خراب گردیده بود، امروز با طریق حشر دستجمعانه ساحل این دریا را با مسافه 300 متر با جلب تمام قوا و واسطه‌ها و تکنیک‌های زمینکن مستحکم کرده ایستاده ایم. در ناحیه 33 منطقه خطرناک به قید گرفته شده است که از آن 11 منطقه اهالی نشین باشد. یکی از این منطقه ها دهه کشان‌آباد جماعت دهات خرمدیار به حساب می رود. در حالت باران‌های پی در پی و آمدن سیل، سر زدن مشکلات از احتمال دور نیست. کارمندان کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجدنی ناحیه بهر رفع حادثه‌های طبیعی تدبیر اندیشی نموده، سیلراه‌ها را تازه نموده ایستادند. همساله در این منطقه در نتیجه بارشات‌های باران‌های پرشدت سیل‌های کلان حجم با وجود میآیند که به اهالی خود همین دهه کشان‌آباد تهدید خطر دارند و امروز با البته پیشنهاد ریاست کمیته حالت‌های فوق‌العاده و دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه کارهای ساحل مستحکم کنی را به راه مانده ایم. همزمان در 3 موضع همین جماعت دهات خرمدیار کارهای پیشگیری کننده ادامه دارند. طوری که همگان واقف هستیم، در جماعت دهات افتخار دهه نوآباد در نتیجه لغزش زمین زیاده از 20 منزل استقامتی شهروندان کارناشای هم گردیده بود. در این جماعت نیز کارهای ساحل مستحکم کنی، تازه کردن کانال ها، تیار کردن تخت سنگ های آهنی و بتونی، کشاندن پرتاب و شیناندن نهال ها طریق حشر دستجمعانه به راه مانده شده است. تشکیل نمودن این اقدام در سمت پیشگیری و رفع حالت‌های فوق‌العاده مساعدت می‌نماید. فعالان دهه کشان‌آباد جماعت دهات خرمدیار به خاطر پیشگیری از سر زدن آفت‌های طبیعی در این عمل مسئولیت نشان داده کوشش می‌نمایند که محل زیست خویش را امن نگه دارند. مسئولین ناحیه تاکید نمودند که در منطقه‌های خوفناک هرچه تیزتر چوره‌بینی‌های تبلیغاتی را در سمت رفع پیشگیری از عاقبت‌های آفت‌های طبیعی را جانب نموده، با استفاده از تکنیک‌های موجوده کارهای ساحل مستحکم کنی را تقویت بخشند. اشتراک فعالان ساکنان دهه کشان‌آباد از آن بشارت می‌دهند که آنها با افتخار بلند وطنداری در آبادی محل زیست خویش سهم نظرات خود را گذاشته کوشش بر آن می‌نمایند که به اهالی یگان خسارات و مشکلی رخ ندهد.